بچه‌ام. جانم پشت دق شده بودم. مام جانم، مام پشت دق شده بودم. خب دیدی بالاخره شما را به هم رسوندم، اما باور کن بیشتر از این کار که من میتونم. البته اگه تو خواسته باشی این ملاقات همیشه جریان میداشته باشه. تو چی میکنی؟ تو دیوانه شدی؟ هوش کنی، تکان نخوری. با هوش بیا، از اینجا فرار کردن نمیتونی. دانتا بس نکو. بچی مگرفته از اینجا میرم، تو هم مرا کمک میکنی. هوش کنی کدام اشتباه نکنی، اگر نیست را میکشم. فهمیدی؟ میکشمت. Что вы хотите этим сказать? Ты хочешь моей свадьбы с Дерин? از اینجا میریم، درست است؟ ببین آفرین به بچه. من کوشش میکنم که تو را کمک کنم. یگانه کسی که میتونه بین ما صلح کنم هستم. اگه تو به این شکل برخورد کنی کل چیز از بین میبری، کل ما را تباه خود ساختی. زیاد گپ نزن، فقط کار را که میگم انجام بده. دو چوکی بشین. گفتم بشین. بشین. گفتم بشین. بشین. با دستمال گردنت پاهایت ده چوکی محکم بسته کو. حالا دیگه دستایت ده پشتت بگی. چی میکنی؟ میخوایی مرا بکشی ها؟ فقط خدا فریب میدی. تو هیچ کسی را کشته نمیتونی. دختر احمق، تو چی میکنی؟ حال تمام افراد من میاین. با قدر افراد مقابله کرده میتونی؟ افراد تا خوبان. اگر تمام دنیام بیاین من نمیترسم. به خاطر بچیم هر کار میکنم. اگر لازم شوه میکشمم. فهمیدی؟ سلایتانه در زمین بانی. او طرف بریم. حالا تو اینا را در بیرون بان. هوش کنین، کدام اشتباه نکنین. کلیدای موتر را برم بدین. چی گفتم نفهمیدین؟ مرا باز کنین احمقا. با یک زن کنار آمدن نتونستید. برین دستگیرشان کنین. حالا زود باشین. حالا زود باشین. دستای ما باز کنین. احمقای مفتخور، باز کنین. تیز شوین. حالا بچی بیا. تیز شوین احمقا، تیز شوین. احمقا بازش کنین. حالا بچی مجله کن. حالا لعنت با شما احمقا، شما هیچ کاری کردن نتونستین. بازش کنه. بشین بچه.
تمام شد، نترس. صبر کنین، مادر نرید، مادر نرید. حالا عجله کنید. حالا عجله کنید، بدوید بدوید. بدو. صبر کن، ما اونا را زنده میخوایم. بدوید بدوید بدوید. تایرها را پنچر کردن. خدا لعنتتان کنه. برین منتظر چی هستید؟ برین اونا را پیدا کنه. برین. بله چتین؟ امر کنین محترم. درست است. در راه ورودی ولسوالی منتظرش می باشیم. بله. هیچ جایی رفتن نمیتونه. دیلا بچه خود فرار داده. عجله کو. پیش از اینکه به ولسوالی برسه باید دستگیرش کنیم. نفس کشیدن. تحمل کو بچه، تحمل کو ابراهیم. مادری خلاص شدم. تحمل کو بچه. امی که با ولسوالی رسیدیم برات دیگه میگیرم، درست است؟ حالا با پدرت زنگ میزنم. خدایا تلفنم چی شد؟ تو کجاستی دیلا؟ چرا جواب نمیدی؟ طارق خیرت هست؟ چی شده طارق؟ دیلا امروز سر کار نامده. حتما کدام کار مهم داشته. اگه نه او کجا خواد رفت؟ تو تشویش نکن، تا چند دقیقه دیگه خواد آمد. تلفنش هم جواب نمیده. درگیری یا زیاد میشه ولسوالسه. این تظاهرات به دیگه مناطق هم سرایت خواد کنه. نظر به یک گزارش تازه اونا آمادگی دارن تا با استفاده از وسایل نقلیه تظاهرات کنن. هر کاری میکنن تا مردم تحریک کنن. پیش از این اونا کدام عملی دیگه انجام بدن و مردم از این بیشتر تحریک کنن، ما باید اقدام کنیم. اونا کوشش دارن حوادث بزرگتر شه و به دیگه مناطق سرایت کنه. ما چی کنیم؟ از قدرت استفاده کنیم؟ خیر، اصلا از قدرت استفاده نمیکنه. دفعه پیشی کارا نتونستیم، اما این دفعه هر قسم که میشه ما باید صوفی یعقوب بیاریم. دومی که کلید تمام موترها را جمع کنین و این کار باید بسیار به دقت انجام بدین. درست است ولسوالسه. موفق باشید. تشکر. یلماز تو دیلا را پیدا کو. مام میگم که صوفی یعقوب بیارن و همچنان یک گروه تشکیل میتم و کلید تمام موترها را جمع میکنم. ما میرم دیلا را پیدا میکنم. دوستا اجازه میتین که برام؟ حتما اداره کردن کارا بسیار مشکل است. خوب میشه انشاءالله. او دکتر دواخانه چطوره؟ او هم خوب میشه، کمی با وقت ضرورت داره. ولسوالسه کجا میرین؟ جواب بدین. حملات ما بزرگ میشه. به زودی قیام های ما تمام جنوب شرق احاطه خواهد کرد. ما میخوایم برم، باید در خط اول باشم. حالا استراحت کو. امی که بهتر شدی به مقر سازمان برو. امشب کلا ما اونجا گرده هم جمع میشیم. درست است، میایم، تشویش نکن. وقت ما رسیدم دمی لیباس بالا شده بود، کم مانده بود که بره. موفق شدیم. حالا باید تجلیل
چی شده؟ بسیار مهم است، فوراً باید بیاین. درست است. درست است. نه که باز کدام مشکل پیش آمده؟ نه تو استراحت کن. سعید؟ پس کلش دروغ بود همونطور است؟ من فکر کرده بودم که در زندگیم کسی هست که مرا واقعا دوست داره. دت یک وقت همراهیم است که تمام خانواده‌ام از دست دادیم. دیگه هیچ امید بر زنده بودن نداشتم. گفتم حالا به خاطر لیلا میارزه که زندگی کنم. چی شده سعید؟ تو چرا قسم گپ میزنی؟ پس کلش دروغ بود همونطور است؟ تو به خاطر من آمده بودی. دوست داشتنت هم دروغ بود. کل او کارایت به خاطر اضافه ساختن یک نفر دیگه به سازمان بود. نمیفهمم تو چی میگی سعید. ای واقعیت نداره. دیگه برام دروغ نگو. ای که چی گفتی شنیدم. مرا فریب دادن نمیتونی. من دیگه به تو باور ندارم. من دیگه نیستم، فهمیدی؟ مرا فراموش کو. من نیستم. سعید لطفا استاد شو. باور کن من تو را واقعا دوست دارم. وام بسیار زیاد. صبر کن. بان که گپایم خلاص شود. احساسه که من نسبت به تو دارم مثل احساسه که تو به من داری هست. اینه جدی میگم، باور کن. حاله من هیچ احساس نسبت به تو ندارم. فهمیدی؟ هیچ احساسه. تو را بسیار دوست دارم لیلا. چه قسم از اینجا برم. شاید قسم برات خوب شوه. چی شده کشیش؟ چرا مرا خواستی؟ او بیادر لیلا قماندان کادو دیشب به پایگاه خود برنگشته. دوستای ما فکر میکردن کور سربازا از بین بردن، اما در وقت عبور از سرحد رو دیدن. خلاصه سازمانم فروخته. به نظر خودش فرار میکنه. شاید بخواه به پلیس اعتراف کنه. وای بیشرف، حالا چی خواد کردیم؟ میگن دو طرف سرحدام در جستجوی لیلا هست. از قوانین سازمان خبر داری. به همین دلیل او لیلا را اینجا اعلان نمیکنه. یا میایه دخترم میبینه یا که او به شرف به امنیت میره و اعتراف میکنه. افراد ما در امنیت منتظر هستن. تو هم در اینجا موظف باش. اگه اونجا آمد با مرمیده تقدیرش میزنم و لاش شب سگام اندازم. نه خیر، به سگان انداز. جسدش بیشتر به درد ما میخوره. نمی که جسد کادو رو به ولسوالی بیاریم باز حوادث به خودی شعله‌ور میشه. یاد سکار ما را آسان میسازه، مخصوصا همیالا که خبرنگارای خارجی اینجا هستن. همه تا نیست؟ اینه بیبی ما یک شهید دگام داریم. همکار تو اینجا بودی؟ این جوانم از جمله ماست. تازه کار است. یه همراه تو باشه. باید آموزش ببینیم. البته باید آموزش تیوری و عملی را یک جا ببینیم. اما تو نیست قماندان بوتان؟ اما تو رس تو تشویش نکن. ما آماده میسازمش. خدایا اینا بیادر لیلا را میکشن. حالا من چی کنم؟ بچه بفرما بیادر. خانه خاله فاطمه، یعنی او خانه خاله فاطمه کجاست؟ بیادر امو خانه رو برو که میبینی او را میگم. امو خانه فاطمه است. خب در خانه شما یک دختر با نام لیلا هست؟ بله مریض است. مادر کلانه متوجهش است. زنده باشی. دیشم بیادر دیر شدی. لیلا خواهر در او خانه است. توبه خودش از بچه.
حالا او رو گیر کو بوتان زود باش. تو قسم ترسیدی لعنتی ها. بیا زود بگفتن کس سازمانی نمیشه کار کو کار. برو بوتان. ایره ببین کسرکه دا آسمان میپالیدم دا زمین بوده. نمیدونم چرا فرار میکنه معلوم نیست. کمک کنه لطفا کمک کنه. بوتان صبر کن ببین لطفا. ببین بوتان صبر کن. ما فقط به دیدن خواهرم آمدیم. بوتان آرام باش بشرف. تو گیر فریب میتی ساگلانتی. این بیادر لیلا است. ایره نباید بکشی. با تو چی لعنتی؟ با تو چی؟ پلیس! اونا پلیس! صبر کنی تکان نخوره. فرار نکن ساچو. ایازده مرکز با گروه جودی فورا یک آمبولانس روان کنید. تشویش نکنید. همین که وضعیت خوب شد پس گرفته میتونه. درست است ولسوال صاحب. سعید؟ استاچو سعید! چی شده سعید؟ الان که ولسوال صاحب. سعید استاچو! چی شده دوستا؟ و دوستم شلیک. چی؟ چطور امکان داره؟ او این کارا نمیکنه. متاسفانه این سلام. نمیفهم که چرا این کار کرد. اما وقتی او را دیدم یک نفر دیگه هم همراهش بود. نتونستم از امانت مریم مواظبت کنم. دوستا شما ادامه بدین. فراموش نکنین. بدونی که کسی را ناراحت بسازین این کار کنین. من قضیه او بشر پیگیری میکنم. با هم در ارتباط میباشیم. درست است؟ الدو چی میشه که یک روز در جای خودت باشی؟ اینجا بود بفتم. تو بیا در یک گوشه باش. در پای مردم بند نشو با کسی صدمه نرسان. درست است؟ امام که سنگ گپ میزنه به خدا به نظرم دیوانه شدیم. بیادر معذرت میخوایم. میشه بگوی الدو کجاست؟ گفتن همینجاست اما اون نیست. خواهر الدو اینجا نامده. یک خانواده فقیر بوده و کمک ضرورت داشتن. اونجا رفته. توبه اما او چرا رفته؟ باش که ببینم. ببین به نظرم کدام شناسایشان است. گفت ما اونجا میرم. توبه ها نام او زن نجلا اوز است. پس او همون نجلای مزدر لعنتی است ها. توبه فقط که مزدر لعنتی از گشنگی میمرد که با خانش مواد برده. الدو چی شده بوتان؟ چرا قسم دیوانه شدی؟ او سعید احمق تمام کارا را خراب کرد. با ما خیانت کرد. ماموریت ما را از بین برد. حسابی کار ازش میگیرم او را میکشم. خیانت به تو شده و جبران این خیانت هم وظیفه خودت است. سعید چی کده قماندان بوتان؟ اثر رایم دور شو. ما زندگی ما قربانی مبارزه ساختیم. بگو که سعید چی کده؟ کل چیز از بین برد. میفهمیم ما را تباه ساخت. او جاسوس است. او بیشرف با ما خیانت کرد. ما را فروخت. اگر از سر رایم دور نشی تو هم به سازمان خیانت خود کنی و میفهمی که جزای خیانت مرگ است. تو چی کردی سعید؟ چی کردی؟ میخایل این کاره به من با. من این مشکل حل میکنم. کشتن او مناسب نیست. او بچه به درد ما میخوره. به خاطرش زیاد زحمت کشیدیم اما تو نیست. به هوش بیا لیلا. از عقلت کار بگی. طرف ما ببین. نیکو بچه فکر اوشت برده. تو کدام گپه نیست. تو مرا غلط درک کنی. ما به فکر فایده سازمان هستم. تحمل نمیتونم سعید. میتونم از دور باشم اما مرگت تحمل نمیتونم. بله
درست است. قماندان بوتان گپ ما گوش کن. من میگم که او بچه حتما به درد سازمان میخوره. او مرا دیوانه‌وار دوست داره. میتونم او را راضی بسازم. هرچی که بگویم میکنه. پس او را راضی ساختم میتونی؟ البته که میتونم. دولت تمام خانواده و اقاربش از بین برده. او تنها است، بی کس است، هیچ کس نداره. بدون سازمان جایی برفتن نداره. به خدا قسم است که من او را راضی میسازم. برم کمی وقت بده. درست است. برات 1 ساعت وقت میتون. اگر راضی ساختیش خوب، اگر نتونستی او را میکشم. قول است، راضیش میسازم. اما فراموش نکن به خاطر این کار تو مدیون شدی. حتما باید جبرانش کنی، فهمیدی؟ سوار شو. حالا دیگه مرا پیش سعید ببر. دیگه ایش آسان است. بیا. چی شده سعید؟ چرا مرا اینجا خواستی؟ چرا داخل نمیری؟ بسیار کارهای بد شده متین. من باید از اینجا فرار کنم. چی شده بهمون بگو. حالا وقتش نیست. دلماریم کم پول است. جمپرمان بیار. حالا دیگه زود باش، زود. درست است. بیا بچو. چی شده؟ حالا 4 طرف ماس نکنین. حالا دیگه به تو اعتماد ندارم طارق بیادر. اعتماد ندارم. اینجا چی گپ است؟ نیکه سعیده چیزی شده؟ دیلا مشنو ما قرفت. بله بگوین ما روانتان کردیم. او گپ مرا رد نمیکنه. بله آقا رفت. ما با صوفی یعقوب ضرورت داریم. اگر این مشکل حل نمیتونیم. ای که صوفی یعقوب به خاطر چی آمده ای را خود میفهمی. دوباره به نقطه آغاز برگشتیم. این حوادث نباید توقف داده شوند، فهمیدی؟ درست است. خوب گوش کن که چی میگه. ایرال کجاست؟ در منطقه جوری است، در بین مردم. خوب است. بگو که یعقوب از بین ببره. همی که دیدش از بین ببرش. اجازه نتی که سخنرانی کنه. ناوقت شده، تستر برو. تشویش نکنین آقا. تا چند دقیقه دیگه میرسیم. بله جیکوب گوش کن چی میگم. میگن ول سوال صوفی یعقوب میره. ما تدابیر خود گرفتیم. میمونه. اما ما با یک حمله تازه ضرورت داریم که قهر مردم چند برابر بسازه. چی نظر داری؟ آمدن صوفی یعقوب تمام کارهای ما را بر هم میزنه. این تظاهرات باید داغ‌تر بسازیم. بسیار ساده است. تمام قریه‌ای را که مربوط به ولسوالی میشن تخلیه میکنیم. شایعه پخش میکنیم که جوانای کردی را دولت از بین میبره. بعد یکی از تلویزیون‌های محلی خبر نشر کنین که قریه آتش زده شده. دیگه آسان است. درست است. شما ای گپا به مردم برسونین. موضوع تلویزیون هم حل میکنم. چی میکنی احمق؟ سرعت بگی. اگر او را گیر کردن نمیتونیم. تشویش نکنین آقا. تا چند لحظه دیگه میرسیم. چتن درای ورودی ولسوالی میباشه. ما هم بخیر میرسیم. هیچ جای فرار نمیتونه. او را گیر میکنیم.
خدا کنه که همه قسم شود. تحمل کو بچی، نجات یافتیم بچیم. صبر کو، رسیدیم. حالا دیگه نفس بکش بچیم. حالا تحمل کو، کم مانده ابراهیم. اینجا چی جریان داره؟ حالا ابراهیم پایین میشیم. حالا تسلیم شو، فرار نمیتونی. اونا رو بگیرین. مادر بده ابراهیم، برو. ما بسیار میترسم مادر جان، شما زخمی شده. نترس بچی، نترس، از اینجا نجات میافتیم. بخیر پیش پدرت میریم. استاد شو، گفتم استاد شو. ما را غرض نگیرین، بانین که از اینجا بریم لطفا. با آخری راه رسیدی. مرا بکش، اما بچه ما غرض نگیر لطفا. یانوز بسیار خورده است. بسیار فداکار هستی ها؟ درست است. ما به تو جزا میتون. از بچه شروع میکن. نه خیر. تو حق داری چند وقت دگام زندگی کن. نه خیری کارا نکنیم. باز در جنت همدیگر رو ببینید. صبر کنین. این دفعه ایره ببخشید، یک اشتباه کرد. چرا که مادر اسیر خو میفهمی. ما تا امروز به خاطر تو صبر کردیم، اما دیگه بس است. وقت مردنشان رسیده. اگه میکشی مرا بکش. مسئول ای کار من هستم. اونا را بان که برن. گوش کن، این زن تو بلای جان ما ساختی. بس است دیگه. خب درست است، مقصر اصلی من هستم. اونا را بان که برن. تو میخوای این مشکل حل شوه؟ این من مقابلت هستم. بیازو تا امروز به اندازه کافی از زندگیم ضربه خوردین. مشارکش کو که این کار تمام شوه. همراهی ما بیا. چرا گپ ما گوش نمی کنی؟ مادر از دستتون خونی. چی کنم؟ کوشش میکنم یک نقشه خوب تو طرح با کنم. فکر من باش بچی. کوشش کن نفس بگیری، درست است؟ آرام باش. صبر کن، گفتم این کارا نکنی. متوجه باش. حاله با گپایم گوش کن. دیگه قسم خود سرانه کار نکنی. فهمیدی؟ بریم باشا. این کار تو بسیار اشتباهی بزرگ بود. اونا را با مشکل راضی ساختم. با مشکل رازیشان ساختی؟ ما هم باور کردم. تو زخمی شدی، فوراً باید به قرارگاه بریم. اونجا دوای ابراهیم هست نی؟ بله است. حالا بچی بیا که بری. من دیگه نمیخوایم اونجا برو، نمیخوایم که برو. مگذره بچی، ما تو را حتما نجات میدم. حالا بیا. متاسفانه نیستن ولسوال صاحب. پیش از اینکه کدام دیوانگی کنه پیداش کنین. عجله کنین. بچشیم. حالا زود باشین. عجله کنین.
سعیده میشناسی؟ برش خبر بده. لطفا من باید او را ببینم. تو دیگه کی هستی؟ چرا میخوای او را ببینی؟ من لیلا هستم، کسی که دوستش داره. من باید همراه او گپ بزنم. زندگیش در خطر است، میفهمی؟ تو همینجا باش، من میخوایمش. لیلا ده اینجا چی میکنه؟ او ده اینجا چی میکنه؟ آمده که کمکت کنه. باورم نمیشه. بگو گمش از اینجا برو. رفیق به هوش بیا، او دختر عاشق توست. اگر ببینی که او چقدر ترسیده بازی قسم نمی کنی. سعید تو چی کردی؟ تو را خود کشتن. به خاطر چی اینجا آمدی؟ باز آمدی که مرا فریب بدی؟ نه خیر سعید، ببین من هیچ وقت تو را فریب ندادیم، باور کو. بس است لیلا، بس است. دیگه اذیتم نکو. تو از من چی میخوای ها؟ ها؟ چرا شکنجه را تمام نمی کنی؟ باز با کدام رو اینجا آمدی ها؟ از من چی میخوایی؟ جواب بده. من فکر کردم که تو مرا دوست داری. فکر کردم که دوستت دارم سعید، دوستت دارم. ببین یا به نظر دروغ است. از اینجا برو، به تو باور ندارم. لطفا سعید این کار نکو، این را بگی. الایم کو. اگه به من باور نداری به این باور کو. از اینجا برو گفتم، از اینجا برو. عزیز زیادتر مرا شکنجه نکو. گپ ما گوش کو، اونا تو را میکشن سعید. اگه پس نیایی تو را خود کشتن. لطفا بیا، به خاطر منی، حداقل به خاطر خودت. حالا بیا که بریم. دیگه به گپایت باور ندارم. صبر کو قماندان بودن. باشو صبر. حالا بیا، حالا بیا. برو اونجا بشین، بشین. نمیفهمیدی رفت. راحت باش. ایره بنوش. سر حال میشی. خب از یک طرف سازمان، از طرف دیگه دولت. حالا من چی کنم؟ لطفا راحت باش. برام بگو که چی شده. او کسی که مرا تعقیب میکرد از سازمان بود. میخواستن بیادر دختره را که دوست دارم از بین ببرن. من خواستم مانعشان شوم، اما دو پلیس از بین رفتن. اونا فکر میکنن من این کار کردم. چی میگی بچیم؟ حالا پشت تو را اعلان نمیکنن، نه سازمان و نه دولت. اما من میتونم تو را کمک کنم. چه قسم؟ یک نفر میشناسم میتونه تو را کمک کنه. تو را پیش او میبرم، اما اول بان که آدم از اینجا دور شود. چرا این کار کردی؟ من همراهش گپ میزدم. چرا این کار کردی؟ چرا؟ فکر میکنی من ندیدم چه قسم او تو را تیله کرد؟ او هیچ میل به برگشت نداشت. ما او را او هیچ کاری نمیکرد. طرف ما ببین، زیاد گپ نزن. قماندان اینجا ما هستم. چونگت بند کو. حالا بجودی برو، مردم باید تحریک شون. برو. من همیشه در خدمتت هستم. زنده باشی یلدو. صدقه شام. اگه بچه ضرورت داشتی بگو، درست است؟ من حتما برات میارم. یعنی اگر چوب و زغالاتانم خلاص شد به من بگو، اونم برات میارم. تو هیچ تشویش نکن. زنده باشی یلدو. خداوند سایت از سر ما کم نسازه. اگه تو کمک نمیکردی من چی میکردم؟ نخیر جانم، وظیفه‌ام است. اگه من به تو کمک نکنم پس کی کمک کنه ها؟ توبه! کذبان نزنش لطفا. آرام باش، آرام باش کذبان. کذبان لطفا. کذبان چی میکنی؟ کذبان نزنش لطفا. چی میکنی تو؟
کزبان آرام باش. کزبان آرام باش گفتم. چی میکنی؟ تو چطوری قسم فکر میکنی؟ ها؟ مادرش مریض است، در شفاخانه بستر است. میخواستم کمکش کنم، ایره کمک میکردم، کسی را ندارم. میفهمی کمکش میکردم. کزبان کمک. من رفتم به انجمن خیریه برش کمک آوردم. ایره میفهمی؟ دایی چی گپ است دیگه؟ ها؟ چی گپ است؟ این کارت درست است کزبان؟ برات بد است، بسیار بد است. حالا خانه برو برو دیگه. گفتم خانه برو. این کارت بسیار بد است کزبان. من تا شفاخانه میرم پس میایم. چرا استاده هستی؟ حالا خانه برو. حالا برو دیگه. تو چی کردی کزبان ها؟ نجلا خوب هستی؟ حالا بخیز ها؟ خوب هستم. حالا ببر این خاطره در خانه ببر. حالا زود حالا زود باش که شفاخانه بریم. حالا توبه این زنم همیشه سرم شک میکنه. از بین میره. تو هیچ تشویش نکن. با یک شکل بسیار ساده کارش تمام میکنین. بعد تصاویر بد است میارین. استاد برهانم در بین شاگردا موقف خوبی پیدا کرده. بیازو وقتی او استاد جوان شاگردا را ترساند و اختطافش کرد، به ما معلوم شد که او بسیار به درد ما میخوره. برهان بسیار خوب کار میکنه. وقتی که به ای را قدم ماندی دیگه برگشت نداره. یا شهید میشی به جنت میری، یا که یک عمر طولانی منتظر جنت میباشی و جهاد میکنی. پدر بشو پدر. اگه برای اعتراف کنه کل ما تباه میشه. باید هر چی زودتر او بشر از بین ببره. میفهمم. تدابیر لازم گرفتیم. چی شده؟ اینا چی میکنن؟ چرا قدر تعدادشون زیاد شده؟ آماده باشید. اینا چی میکنن؟ چرا قدر تعدادشون زیاد شده؟ آماده باشید. براتون گفتم از خشونت کار نگیرین. چی کردین؟ چرا دفعتاً تحریک شده؟ آمیر صاحب ما هیچ کار نکردیم. آمیر صاحب در تلفن محلی گفتن که قریه از طرف دولت آتش زده شده و جوانان از بین برد. چی؟ تو چی میکنی؟ آرام باشه. نام قریه ای را که نزدیک به سرحد است ما درست نمیدانیم. در صورت که مقام‌های زیرسالا وقوع این حادثه را رد می‌کنند، اما به اساس گزارش‌ها دولت کاملا این قریه را تخلیه نموده به آتش کشیده است و تمام جوانان را از بین برده است. همکاران ما در تلاش‌اند از قریه مذکور گزارش تهیه کنند. خانم گیلا تحت تداوی قرار گرفته. کدام مشکل جدی نداره. با اجازهتون. خبر که لحظات پیش به دسترس ما قرار گرفته است یک اقدام جدی از طرف سازمان در حالت وقوع است. به اساس خبر موثق دیگر نیروهای امنیتی در ساحه جابجا شدند. لحظات بعد با تصاویر زنده در خدمت شما خواهیم بود. خوش آمدید. استغفرالله. بسیار وقت میشد با هم ندیده بودیم. خیریت است؟ کدام مشکل پیش شده؟ چطور که مرا خواستین؟ بله راستش معذرت میخوایم. نمیخواستم شما را به زحمت بسازم. خواهش میکنم مولا سوال صاحب. کل ما میفهمیم که شما صلاحیت دارم هستین. دازم رهبر هستین که شما را تاج سر ساختین. حتی خواهشتان دستور از بر ما. هر وقت که ما را بخواین با کمال میل در خدمت هستم. استغفرالله. ما با شما بسیار احترام داریم و فقط همه قدر میفهمیم که در وقت مشکلات تنها شما کمک میخوایم و بس. از شما دستور از ما اطاعت است. مرگ با دولت، مرگ با این خواهیمه، با این دولت نمیخواهیم، مرگ با این خواهیمه، مرگ
شما را میپایدم. وضعیتش خوب نیست. اول آرام بوده، دفعتا صدا بلند شده، دامادشان جدی تر شد. چرا؟ در یک تلویزیون محلی نشر کردن که نزدیک سرحد دولت یک قریه را آتش زده و جواناشان از بین برده. در جریان نشر این خبر سر صدای مردمان بلند شد و دفعتا تعدادشان هم زیاد شد. گوش کنیم که چی میگم. تمام گپایی را که براتان گفتن دروغ است. اصلا باور نکنید. به ارتباط آتش زدن کدام قریه و یا از بین بردن جوانایشان هیچ خبری به ما نرسیده. این بزرگ ما صوفی یعقوب به خاطر شما آمدن. اگر میخواین که واقعیت ها را بفهمین لطفاً به گپایش گوش بدین. اینا به خاطر صحبت کردن به شما اینجا آمدن. صوفی یعقوب به خاطر چی آمد؟ اینجا چی کار داره؟ بیادارا گپ ما گوش کنیم. گوش کنیم دوستا. یک صاحب نظر است که در این منطقه صاحب احترام است. عزیزان با شمول ترکادر است. هزاران سال است که خداوند ما را در کنار بعضی اقوام دیگه زندگی مشترک نصیب فرموده. با این معناست که در این کار حتما خیر ماست و حکمت الهی نهفته است. دستم برادرای ترک ما سالهای طولانی است که بیرق اسلام برافراشته نگاه کردن و ما زیر همو بیرق با رضایت و خرسندی کامل همدست و همدل شدیم. دزم دین ما، پیامبر ما و کتاب ما یکی است. اگه خوب فکر کنیم میفهمیم که با هم نقاط مشترک زیاده داریم. در این صورت اگه حال در مقابل هم دیگه سلاح برداریم انسان بکشیم که ها از بین میرن. اونا از ما و از خون خود ما نیستن. وقتی طور است شورا اجازه بتیم که خونا بریزن. تا امروز با درگیری ها کدام مشکل حل شده؟ خدا را شکر روی زمین و زیر زمین به اندازه پربرکت است که با تمام ما کفایت میکنه. چرا حال دست بیگانه شده هم جاهل و هم فقیر بانیم؟ این کار عقل قبول میکنه؟ حالا به نظرتان نباید از شما پرسیده شود که ای مردم به کدام راه روان هستین؟ کسایی که به خاطر خونای ریخته شده گریه میکنن اگر ترک است یا کرد بالاخره ما هستیم. خب به این کار کیها میخندن؟ صوفی میبخشین یک گپه میگم براتان. ما دوستتان داریم، در قلبای ما جای دارین، اما این دولت نیست. حتی دو دانه تخمه به ما رواداری ندارن. طفلای ما را اختطاف کردن. این موضوع قسمه که شما میگین نیست صوفی. خبر تازه رسیده، بازم جان مردم گرفتن، خانه را آتش زدن. حالا بگوین صوفی دولت می قسم می باشه؟ شروع که حالا فقط تو میتونی درد این مردم بیان کنی. با خدا معذرت میخوایم لیلا، ما در مقابل صوفی چیز نمیگم. حق با شماست، اما بعد از من نمیتونم. ها؟ کنتان یک جا بگوین تظاهرات ادامه داره. ما حق خدا میخواهیم. با آخرین نفس مبارزه میکنیم. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Ты хочешь моей свадьбы с Дерин?
کسی شلیک نکنه. حالا بره. ای آدم چی شده انابیلا؟ ای آدم همون سرباز است که رای ما را گرفته بود. یعنی هم سرباز است و هم دهشت است. ای چطور امکان داره؟ به نظرم ولسوال راست میگه. ده اینجا دیگه گلا با آب داده میشه. صبر کن. تو کجا میری؟ پیش ولسوال میرم. حالا تمام داستانم میفهمم. کلگی از واقعیت خبر خواهد شده. تمام دنیا خبر خواهد شد. ما میرم. بله آقا قرمز بابا مشنوم جکوب. انابیلا نفر شما را دید. میگه هم سرباز است هم دهشت افغان. گفت پیش ولسوال میره. میگه خبر نشر میکنه. با تمام دنیا گپ میرسونه. تصاویر ایرول پیش او است. سندش قوی است. ما هیچ کار نخواد تونستیم. نقشه ما از بین میره. تو که هست فقط یک انتخاب دیگه داریم. با خاطر انابیلا ایرا تا همینجا بود. از بین میره. تو هیچ تشویش نکن. با یک شکل بسیار ساده کارش تمام میکنیم. با تصاویر به دست میاریم. شفا باشه. چرا قسم یک دیوانه گیره کردی؟ اگه بار دیگه تکرار شوه من تو را کمک کردن نمیتونم. کم بود که تو را از بین ببرن. فراموش نکن من تا یک حد معین میتونم شما را کمک کنم. حالا اگه تو نخواهی همراه من همکاری کنی بسیار بد خود شد. نه خیر اصلا. لطفاً بان که از اینجا بریم. در این وضعیت تو را ترا مانده نمیتونم. بهتر شدی باز برو. حتما تو نمیخوایی که طارق تو را در این وضعیت ببینه. همه تو نیست. کسی که منتظرش بوده نامد. دو تا قطار است. درست است. قسمی که شما میخواستین آقا کارا بسیار به خوبی پیش میره. فقط 3 ماه میشه که فعالیت خود شروع کردیم اما پیشرفت خوبی داشتیم. مدرسه از اطفال پر شده. با تعیین نمودن جبار به حیث بزرگ دربار تصمیم به جا گرفتیم. استاد برهان هم در بین شاگردان موقف خوبی پیدا کرده. بیازو وقتی او استاد جوان شاگردان را ترساند و اختطافش کرد به ما معلوم شد که او بسیار به درد ما میخوره. برهان بسیار خوب کار میکنه. تشویش نکن. اینا بسیار انسانای خوب و قابل اعتماد هستند. از خدا ترس دارن. حتما تو رو کمک میکنن. خدا ازتان راضی باشه استاد. اگه شما نمی بودین پیش کی میرفتم؟ سلام علیکم. آماده هستی؟ براتان یک جوان آوردیم. خوش آمده. اینا به نمایندگی از شیخ صاحب سیدا اینجا حضور دارن. اینا دست آموز اونا هستن. فهمیدم. پس تو میخوایی با ما کار کنی؟ اگه شما لایق ببینین محترم. چرا نه؟ حالا در مدرسه برش جایی بتین. بعد از این تو دام نستی جوان.
حال خداوند همراهت است. کس حتی با یک تار مویتم صدمه رسانده نمیتونه. اما ای را بفهم، وقتی که به ای را قدم ماندی دیگه برگشت نداره. یا شهید میشی به جنت میری، یا که یک عمر طولانی منتظر جنت میباشی و جهاد میکنی. کسی که برگرده کافر است، خبر باشی. فهمیدی؟ فهمیدم. بیادر ما را در اتاقش ببر. درست است مولا صاحب. این اتاق در خدمتت است. یعنی اتاق از ما است همونطور است؟ بله. خداوند از شما راضی باشه استاد. ما دیگه میرم. ایران بگی دوست داره. او مرا دوست داره. ما چی کردم؟ کل چیز از بین بردم. تو را فرار میتم لیلا. هرچی که شود تو را فرار میتم. یا می آینور خواهر، معذرت میخوایم، برام یک کار مهم پیدا شد. میشه یک چند دقیقه برفی را نگاه کنی؟ بله میشه. همراه طفلای شما بازی خواهد کرد. هیچ مشکلی نیست. زنده باشین. کزبان تو خوب هستی؟ بله خوب هستم. کدام مشکل جدی نیست، فقط تو شفاخانه میرم و پس میرم. بخیر بری. چی شده طارق؟ دیلا را پیدا کردی؟ متاسفانه نه. اما تشویش نکن طارق. در روزا تمام موش فکرش طرف ابراهیم است. حتی همراه کزبان رفته در انجمن بازیافت گم شده او را ثبت کرده. چی شده؟ اوزادگان بر هم خورده؟ شبکه های شرور همیشه فعالیت میکنن، چطور بر هم نخورن. ولسوال صاحب حق با شما بوده. شما راست میگفتین. چی شده؟ کسی که به صوفی شلیک کرد، ما قبلا او را در لباس سربازا دیده بودم. چطور؟ ببینید. بیا کم شد. الا چیغ نزن کم شد. جم جگا. این خواهم او آدم است که ابراهیم اختطاف کرد. بله خودش هست. چی شده ولسوال صاحب؟ فوراً یادم ما پیدا کنین. حالا زود باشین. اگر خانم محترمی تصویر با ما بده ما فوراً اقدام میکنیم. درست است. من میرم تصاویر برشان میتم. بعدا همراهتان یک مصاحبه خود داشتم ولسوال صاحب. البته حتما چرا نه. از سعید خبر دارین؟ متاسفم. آی بای. او کزبان نبود؟ کزبان؟ اگه تو مرا کمک نمیکردی من چی میکردم؟ آی کم بود که تو مرا ببینه. اگه مرا میدید برای چی میگفتم؟ کزبان دخترم خیریت است؟ تو مریض هستی؟ شفا باشه. خوب هستم خدا رو شکر. نه خیلی مریض نیستم. خب پس به خاطر چی شفاخانه آمدی؟ نه که تو حامل هستی دختر؟ نه ای گپ نیست. مادر بیا که بریم. درست است آرام باش میریم. چرا ما رو خداستی؟ کزبان تو را میگم نه که تو حامل هستی. نه خیلی راستش بگو دیگه دختر به خدا با کسی نمیگم. نه یعنی ما او خواهر من کزبان راستش. کزبان؟ خیرت هست کزبان تو در اینجا چی میکنی؟ ما به همون تو آمدیم. یعنی چی که همون تو آمدی؟
نیک برفین مریض است. نه خیر به خدا برفین خوب است کاملا سالحال است. خوب و کجاست؟ او رو پیش همسایه موندم همون همراه طفلا بازی میکنم. خوب است تو هستی از اگر نیمه چی میکردم؟ او را پیش همسایه موندی؟ چی شده کزبان؟ چرا را پیش همسایه موندی کزبان؟ سلام مادر. بر صورت ما باید برام. خداحافظ. کزبان ما چی گفتم؟ چرا گپ به گوش نمیکنی؟ ما چی گفتم؟ برات نگفتم خانه برو نگفتم؟ راستش اونجا بیا با ما کدی کافی نبود. بس هست که برو خانه. اینجا چی میکنی؟ چی کار داری؟ راستش قهر نشو الجو ما راستش ما پیش دکتر اومدیم. به خاطر چی پیش دکتر اومدی؟ ها چی میکنی؟ مریض هستی؟ بیبی الجو هنوز معلوم نیست اما به نظرم که ما حامل هستم. چی گفتی؟ واقعیت داره؟ بله واقعیت داره؟ ما پدر بشم پدر بشم پدر ما پدر بشم خدایا ما پدر بشم باید کنگه بشنوم که ما پدر بشم ما پدر بشم کزبان جانم ما پدر بشم خدایا ما پدر بشم خدایا شکرت. تمام شدم من چی کنم؟ حالا اشتباه خودم چه خواستم جبران کنم؟ خیریت سعید کجا میری؟ راستش من یک دفعه تا دکان میرفتم. سعید قدر زیاد گشت گذار نکن. تو از داخل یک نفر روان کن هرچی که ضرورت داری برات میارن فهمیدی؟ با چشم مولوی صاحب. حالا برو. هوا تاریک شد میایم لیلا. این قسم خوب تر است. باز دستت گرفته به استانبول میریم. به نظر من روزم از سعید خبر نیست. متاسفانه که نیست. خداوند تو را کمک کنه طارق. رهبر بودن یک مسئولیت بزرگ است. میگن اگر در کنار دریای فرات یک گرگ آهو را میخورد از حضرت عمر پرسیده میشد اینجا چی گرگا چی سیدا را که نبردن. ما میتونستم مثل حضرت عمر باشم اما من فعلا نمیفهمم که در کدام موقف هستم. بله او یک برهران به دهن گرگا نداده بود اما او مثل عثمان و علی یاور داشته. در اطرافش صحابه کرام بودن که به دامن پیامبر گرامی پرورش دیده بودن. شما شفا باشه. معذرت میخوای. تشویش نکو بچه. هر ظالم با یک مدت کوتاه ادامه پیدا میکنه. ظالما بالا انسانهایی که ناتوان شدن مانند شمشیر از هوا فرود میآیند. اول تمام موانع را با خشونت از رایشان بر میدارن و بعدشم دست قهار خداوند اونا را در هم میشکنه. در این جریان کسایی که مورد ظلم قرار گرفتن اگر با طور شایسته صبر کرده باشن پیش خداوند اجر عظیمی خود داشتن. ای به این معناست که اجل ای ظالما بسیار نزدیک شده که آدم نیک مثل تو را اذیت میکنن. آنابلا طارق
خوب شد و خیر گذشت. خودشان هستن، کسایی که نمیخوان شما واقعیت نشر کنید. اونا از نشر واقعیت ها ناراحت میشن و همه قسم اقدام میکنند. بکشو نجات بیا. ایگه ای حوادث چطور رخ میته باورم نمیشه. اگه شما نمی بودید حتی نمیخوایم فکرش کنم. درست است، راحت باشید. حال شما در نستید. این خانم محترمه با مقام ولسوالی ببرید. درست است، من میام. بفرمایید. این کارشان ببین خدا. بریم تا یک چند روز مهمان ما باشین. ما با بزرگای مثل شما ضرورت دارم. چطور کشتن نتونستی چتین؟ چطور؟ اگه تصاویر به دست رسانه ها بفته چی ها؟ تو دی بالا فکر کردی احمق؟ پیش ولسوال رفت. حال رسیدن به او بسیار مشکل است. او پیش ولسوال است ها؟ درست است چتین. منتظر خبرای ما باش. درد میکنم مادر. کمه. همیشه همینجا میباشیم. پدر ما میایا؟ شاید. او نمیایا چرا که هیچ مرا دوست نداره. پدر اولادای خود زیاد دوست دارن. اما ما زیاد پشت او دق شدیم. او هیچ پشت ما دق نشده. اگه میشد میامد مرا پیدا میکرد. ابراهیم میتونم چند دقیقه به تنهایی امرت گپ بزنم؟ بچه را یک چند دقیقه بیرون ببر. امرای ما بریم. بچیم. مادر نترس بچیم، آرام باش. درست است؟ بیا آرام باش بیا. مادر درست است. همراه من کار نکن. اما ازت یک چیز میخوایم. ایره به خاطر خود نمیخوایم. ایره به خاطر خوشی طارق و خانواده تان میخوایم. چی میخوایی؟ یک روزنامه نگار است به نام آنابیلا، جاسوس CIA است. او دختر بسیار خطرناک است. تا امروز مردای زیاده را فریب داده و اونا را شفته خود ساخته. به این شکل اونا را به طور خاص افراد با صلاحیت به دام خود مندازه و فریب میته. فهمیدی؟ او طارق هدف قرار داده. ما را کمک کو که او را بازداشت کنیم و از سرحد بیرونش سازیم. چطور انتظار داری که به تو باور کنم؟ بعد از اونقدر حوادثه که رخ داد هنوزم میخوایی باور کنم که تو بیگناه هستی؟ ببین، ای که تو در مورد ما چی فکر میکنی برای مهم نیست. فقط چیزی که برای مهم است طارق هست. فهمیدی؟ تو و ابراهیم و همچنان آینده شما. یک پدر دیگه درباره چی فکر کردن میتونه. تو طرف خود ببین. فعلا اینجا هستی. به خاطر بچت هر خطر قبول کردی و اینجا آمدی. ما هم پدر هستم دیلا. حتی اگر شما مرا گناهکارم فکر کنین، حتی اگر در نظر شما یک قاتلم باشم، بازم من یک پدر هستم. یک پدر هستم که به خاطر اولادش نسبت به تو بسیار کار انجام داده و به خاطر خانواده خود هویت خود فروختم. تو چی کردی ها؟ طارق چی کرد؟ بدون ده خطر انداختن زندگی خودتانو، زندگی او طفلک خورد. دیگه چی کردین؟ بگو بریم. بگو ها؟ بس است. اگه میخوای ببینی ببین. ما همه قدر میتونستم. اگر میخوای بیشتر وقت تا همراه بچت سپری کنی، این کار کوچک مرا انجام بده. اگر نه برای همیشه او را از دست میدی. او زن تا وقتی که خانواده تا از هم نپاشه پشت این کار اعلان نمیده.
به تو باور نمی کنم. هرچی میشه شبه. به تو باور نمی کنم. مادر بچه لطفاً من تنها نمانید. مادر ایلش کن. بیا ایلش کن. بیا برای من این طرف بیا. ایلش کن. گفتم ایلش کن. آرام باش. بچه من ایلا کن. این طرف بیا آرام باش. ایلش کنین. لطفاً خانم آرام باشین. بیایید. آرام باشین خانم. آرام باشین. ابراهیم ایلش کنین احمقا. گفتم آرام باش. بچه تو کجاستی دیلا؟ کجاستی؟ خوش آمدین. اظهارات کادو را گرفتیم ولسوال صاحب. کسی که پلیس ها را از بین برده سعید نیست. او زندگی کادو را نجات داده، اما کادو نمیفهمه که نفر کی بود. خدا را شکر. میفهمیدم که سعید تو یک کارا نمیکنه. باید او را پیدا کنیم. اگه او را پیدا نتونیم فکر خواد کرد که یک فراری است. پیش از اینکه کدام مصیبت سرش بیاید و یا کدام راه غلط بره باید پیداش کنیم. تشویش نکنین ولسوال صاحب. پیداش میکنم. طارق دیلا تو کجا بودی؟ از تشویش مردم. بازم پشت ابراهیم برآمده بودی مترسه؟ چند محافظه براتون موظف ساختیم تا که از ولسوالی بیرون میشن اونا شما را رای خود کردن. ما دوست ندارم با پلیسا گشت و گذار کنیم. تا که از اینجا میرین مجبور هستیم که ازتان محافظت کنیم. حالا هر جای به شما خطرناک است. خب خانه شما چطور؟ اونجا داخل شده میتونن؟ نه خیر نه این کارا نمیتونن. دو صورت شما امشب مرا مهمان خود بسازین. البته اگه همسرتان مشکل نداشته باشن. البته درست است. مشکل خونه از دیلا؟ نه خیر طارق نیست. مدیر صاحب لطفاً سعید فراموش نکنه. بچه شما ولسوال صاحب تمام واحدهای ما در جستجوی او هستند. میایم لیلایم دیگه جدا نخواد شدیم. تو که مرا دوست داری، تو که در قلبت نام من نوشته کردی، اگه ما مرد باشم وظیفه ایم است که از تو محافظت کنم. برفین؟ برفینه قندولکم. امروز همراه سحر خواهر خب واقعا میفهمین کسبان خواهر مشروب و خانه رفته بود. بعد از این کسبان خواهرت جاتر به شفاخانه میره چرا که بخیر صاحب طفل میشن. زنده بود. بله تبریک باشه کسبان. زنده باشه. اما الدو برات گفت چطور؟ او راستش بله من گفتم. کلگه بشنود، کلگه خبر شود. من پدر میشم. وای الدو تو اینا رو با ما آوردی؟ بله ببین اینا رو با تو آوردم. بگی تشکر. قابلیت نداره کسبانم. صدقه سرت کسبان جا. صبر کنین. چی میکنین دوستا؟ صبر کنین.
حتما آمدن، اما هنوز به جلسه خو وقت زیاد داریم. کی هستی؟ مستم لیلا، قماندان بوتان. میخائیل هنوز نامده قماندان بوتان. تو وقت آمدی؟ میفهمم که هنوز وقت است. گفتم یک بار ببینمت که لیلا چی میکنه. امروز ناراحتت ساختم. گفتم با یک توفه دلت به دست بیارم. چه قسم توفه؟ تو چی میگی قماندان بوتان؟ تو نمیخوای که با من یک چای تعارف کنی؟ تا که میخائیل میای ما کمه با هم گپ میزنیم. چی نظر داری ها؟ فهمیدی که چی گفتم؟ کل گپ همه قسمت بچی تو دیگه تشویش نکن. زندگی خوب کار کردی. بله راست میگی بچه. اما استاد چه قسم زدی؟ مخصوصا ده او بیروار کمگیرای خود گم کرده بود. به خدا من خوب لطیش کردم. پولدار خو از همون نمیفهمم پول به چه وقت میتن. سرشان به هم مندازم. حتما درآمد خوب داره. بله بچه او خوب پولدار است. ها ما مندازم. ها بله البته اگه پولش با ما بتن. البته که میتن. چرا پول ما را نتن؟ عالی را با پشت جانم. ببینم برات خوب میگه یا نه. تو چی میگی قماندان بوتان؟ لیلا فهمیدی دیگه چرا خودت در کوچی حسن چپ میزنی؟ به نظرم تو دیوانه شدی قماندان بوتان. در بین حزبی کارا جواز داره؟ چرا نداره؟ ما یک قماندان هستم. نشنیدی که رهبر ما به خانم ها چی گفت؟ گفت هرچی قماندان میگه باید از دستورش اطاعت کنی ولو هر کاره که باشه. فهمیده شد؟ اما من نمیخوایم. اما من میخوایم. از دستور سرکشی نکن. یا امروز صبح من یک خواهش توجه کرده تو باید جبران کنی. ایلایم کو قماندان بوتان. ایلایم کو چرا لیلا؟ چرا؟ ایلایم کو قماندان بوتان. ایلایم کو وای بیشرف. نخیر سعید، تو اشتباه درک کردی. ببین تا که این بچه زنده باشه و کل ما یک خطر است. درباره من میفهمه، درباره تو میفهمه، درباره کل ما میفهمه. اگه برای اعتراف کنه کل ما تباه میشه. باید هر چیز زودتر او بچه را از بین ببره. میفهمم. تدابیر لازم گرفتیم. فردا صبح کارش تمام میکنم. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.
свадьбы с Дерин? هنوزم نیست. خب شرکت های مسافربری را بررسی کردین یا نه؟ درست است. پس شما به خاطر قدر تشویش دارین که سعید پیشتان امانت بود، یعنی با او هیچ قرابت خانوادگی ندارین، همونطور است؟ ضرور نیست که داشته باشیم. مرا قابل اعتماد دیدن و بچه‌شان پیش من امانت دادن. اگر من از امانت خود محافظت نتونم چه قسم حسابش خود دادم؟ دیلا؟ چی شده دیلا؟ خوب هستی؟ خوب هستم، چیزی نیست. راست بگو خوب هستی؟ بله خوب هستم، من نان خشک میارم. دیلا ناراحتی تا درک میکنم، اما او یک مهمان است. میتونی بیشتر مهربان باشی. نگاهش هیچ خوشم نامد طارق. به خاطر من حسادت میکنی؟ نه خیر جانم، چرا حسادت کنم؟ فقط که من از طرف او احساس خطر میکنم. لطفاً دیلا راحت باش. فردا صبح اگه بتونیم برش تکت بگیریم و روانش کنیم. باز کل چیز حل میشه. لطفاً متوجه باش طارق. به هر کس به قدر سادگی باور نکو. تشویش نکو دیلا، من میفهمم چی کنم. بسیار دوست دارم طارق. بازی که تو را از دست بدم بسیار میترسم. من تو را بسیار دوست دارم دیلا، تشویش نکو. میشه نانا تو تکنی طارق؟ اوه خدایا. خوب هستی دیلا؟ خوب هستم طارق. من لباسای من تبدیل میکنم. تو نان سر میز میبری؟ البته. فعلا همونجاستم. باورت نخواد شد، اما مرا خانه خود آورد. نه من متوجه هستم، تشویش نکن. ای با کی گپ میزنه؟ یک سا پیشو چی میکنه؟ تا زن خانواده تا از هم نباشه پشت ای کار اعلانه میده. نیک قرمز راست میگفت. خیرت از کی کار داره؟ سعیده، من دوستش هستم. تشویش نکن، قابل اعتماد است. تو اینجا چی میکنی؟ از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ استاد برهان، خب بان پشتش نگرد. اینا مرا در مکتب مونده بودن، به من دادن. دیدم که سرش نام لیلا نوشته است. او دختر تو را بسیار دوست داره. او را خدا میفهمه. مرا میکشن سعید، از خاطر تو مرا میکشن. من در خانه سازمان هستم که در جدی موقعیت داره. مرا نجات بده. لیلا، او دختر از بین میبرن. چی شده سعید؟ صبر کو. تو یکی از این مصیبت ها خلاص شدنی نیستی به خدا. سعید همینجاست؟ گفتی سعید؟ خبر نشدی خواهر جان؟ سعید گم است، پلیس ها مورا میپادن. واقعا؟ او خدای من. ببخشی
سعیده ندیدی؟ نه خیر، اما تو در اینجا چی میکنی؟ چطور یعنی؟ این آمره تو نوشته کردی؟ ایوا به سعید دام ماندن. خدایا کمک کن، باید تو را نجات بدم. صبر کن لیلا، من میایم. اگه تو مرا دوست نداری من تو رو دوست دارم. باید انابیلا را با میدان هوایی برسانیم. من یک گروه را آماده ساختیم و بسیار دقتی کار انجام میدیم. خب بذار سفر خوش داشته باش. از معرفی شدن به شما خوش شدم. ولو فالسا من خبر نشد کده سفر میدم. اینجا خوشه نه. خدا موفق، سر پیش من. خدا خوش. داره خب حالا علی آرام باشه، آرام باشه. ای دیگه چی است؟ جنیفر پارکر؟ نامو انابیلا نیست؟ جاسوس CIA است. او دختر بسیار خطرناک است. تا امروز مردای زیاده را فریب داده و اونا را شفته خود ساخته. فهمیدی؟ راست میگفتن. اما ای چطور امکان داره؟ بله. بله، من هستم دیلا. شما حق به جانب بودین. او زن واقعا خطرناک است. بله، از اینکه به ما باور کردی بسیار خوش شدم. اونا همیاله حرکت کردن. از راه زمینی طرف شهر میرن. میخواین به هواپیما برسن. با گفتن ای که به کشور خود و به تاریخ چقدر یک کار بزرگ انجام دادی ای را میفهمی. به هر صورت به جمع ما خوش آمدی دیلا. دیلا به دام ما افتاد. مرگ به دولت نمیخوایم. مرگ به دولت. مرگ به دولت. مرگ به خواهنا. مرگ به دولت. استاچو بیا. بله، همه قسم را پایان یافت. خستگیام رفت شد. مرا بکش، اما لیلا را ایلا کو. پس تو لیلا را اقدر دوست داری؟ لطفا او را ایلا کو.
او هیچ اشتباهی نکرده. من او را دوست داشتم، بیاز او مرا دوست نداره. به خاطر فریب دادن من پیش من اومده بود. او با من هیچ ارتباط نداره. وای بچه، تو قدر احمق هستی، هنوزم نفهمیدی ما به تو دام مانده بودیم لعنتی. یک مبارزه مثل لیلا را چرا از بین ببریم؟ تو واقعا لیاقت از بین رفتن داری. یعنی دام بود ها؟ تال نته، حالا مرا بکش. بیازو بعد از این زندگی برام هیچ معنایی نداره. ما تمام داره ندارم از دست دادیم. حالا دیگه مرا پیش مادر و بیادرم روان کو. خب وقتی که تو خودت مرگتا میخوایی با کمال میل سعید، بلیاز خدا دور باش، مرا راحت بان. یام یک بازی بود نه؟ یام یک دام بود؟ به خاطر که ما عضو سازمان شوم کلتا نقش بازی کردین، اما ما فریب نمیخورم. ای بازی نه سعید، ما واقعا تو را دوست دارم. تو چطور به قدر راحتی دروغ گفته میتونی؟ ما مثل تو دروغ بگویم؟ ها؟ خود از مصیبت ها نجات بتم؟ قربانت شوم، به قسم نگو سعید. از برکت تو هر کاره شدم، مجرم قانون شدم، دهشت افغان، نفر حزب القیام شدم. دیگه در مقابلم نیا، چون حالا تو هم جز دشمنایم هستی. برات رحم نمیکنم و میکشمت. دوستا آرام باشه، گپ من گوش کنه، این کارو نکنه. دوستا لطفا این کارو نکنه. لطفا گفتم این کارو نکنه. شما آمدیم تا به خاطر عضویت در گروه ما اولین ماموریت برات بگویم. خبر باشی این یک امتحان است برات. اگه موفق شوی در بین ما می باشی، اگه موفق نشی برات هیچ خوب نخواهد شد. هر کار که بگوین آماده هستم که انجام بدم، فقط دستور بتین. ای دختر در تشکیلاتی ولسوالی از طرف سازمان مسئول بخش جوانا و فعالیت‌هایشان است و ما کار خدا با کشتنی کافر شروع میکنیم و این افتخارات باید نصیب شوی. ای دختر از بین ببر. آقایان، قبل از اینکه به اونا فرصت حمله کردن با یک موج تازه مهیا شما باید بسیار سریع اقدام کنیم. به خاطر باز کردن راهها بر روی پروسه سهم در قدرت و ائتلاف ما که آماده ساختیم، با استفاده از موارد مثل دموکراسی هر نوع تحریکات انجام داده و زمینه را مساعد میسازیم تا به دولت ضربه بزنیم. حق با شما است آقا.
باید موضوع روند دموکراسی را دامن زده و به علیه دولت استفادهش کنیم. راستش ما در حسرت تماشای و تصاویر خشونت‌آمیز و درگیری های مجلسشان ماندیم. دولت و مخالفینش با هم درگیر شوند و فضا به یک فضای کاملا جنگی تبدیل شود. اگر اونا با هم درگیر شدن باز فرصت توجه کردن به ما را نخواهد داشت. فعلا طبق خواست ما درگیری شروع شدن. تصاویر مجلس هایشان هم خوب است. حال قبل از اینکه اونا درک کنند که حقیقت چی است باید قدم به قدم جامعه علیه دولت تحریک شود و این قضیه به یک درگیری مردمی تبدیل شود. میفهمین نه که آسان ترین و مؤثرترین طریقه درگیری های خیابانی است. شما خبر دارین که ما همیشه از یک موضوع طرفداری کردیم و میکنم. کسی که به خیابان حاکم شد به دولت هم حاکم میشه توسط گروه های از مردم که از نگاه اجتماعی مطرح نیستن. با شعارهای مثل وطن از دست میره، خون شهدای ما و جانفشانی هایشان پایمال میشه و با راهپیمایی های خیابانیشان بالای ارزش ها و ملیتگرایی های آتشین ما که قرار است در سال آینده دامن زده شود کار خواهیم کرد.